روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش نشسته بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن شخصی بر شما وارد میشه که از اهل بهشته. همه منتظر بودن که کی هست که چنین سعادتی نصیبش شده. شخصی وارد میشه در حالی که دمپاییش سر دستش انداخته بود، از ریشش آب میچکید، گوشه از مسجد نمازش خوند و رفت. فردا دوباره همین صحنه تکرار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که شخصی بهشتی بر شما وارد میشه. تا 3 روز رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت بهشتی این شخص را میدادند. برای اصحاب جای تعجب بود که این شخص چه عملی انجام داده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که او هنوز زنده است او بشارت بهشت میده. عبدالله بن عمرو با خودش تصمیم میگیره که قضیه را بررسی بکنه، تحقیق بکنه. میره خونه‌اش سلام علیک میکنه، میگه میخوام چند شبی مهمانت باشم. مهمانش میشه. شب اول، شب دوم، شب سوم. هیچ عملی بیشتر از آنچه که اونها همه انجام میدن در این شخص دیده نشد. گفت که من اومدم اینجا فقط برای یک امری. اومدم ببینم که تو چه عملی انجام میدی که 3 بار پشت سر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به تو بشارت بهشت داد. گفت که همین است که میبینی، من عملی ندارم، اما من فقط قبل از اینکه بخوابم، قبل از خواب همه را میبخشم. من در دلم بغض کینه کسی ندارم. من به کسی حسادت نمیورزم. شب که میخوابم همه را میبخشم، همه مردم را میبخشم و به هیچ کس حسادت نمیکنم و بغض کینه کسی را هم در دل ندارم. این عملی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا به او بشارت بهشت داده. سینه ما خالی از بغض و کینه باشه، اینکه ما به کسی بغض نداشته باشیم، حسادت در ما نباشه، نفرت نداشته باشیم، دلمون مرکز کینه و بغض نباشه، دلی پاک داشته باشیم، دلی مهربان داشته باشیم. این ضمانت دخول بهشت است بعد از انجام فرایض واجبات و ایمان به الله و رسول. مسلما اگر کسی ایمان به الله و رسول داشته باشه چون این شانسی نصیبش میشه یا چون این بهره میبره. اما اگر کسی ایمان نداشته باشه چون این بهره نداره. پس این کسی که پایبند به نماز هستی، پایبند به دین هستی، پایبند به سنت هستی، مهمترین چیز بعد از انجام فرایض اینه که تو دلی بی‌غلغش داشته باشی، دلی پاک از کینه داشته باشی. چون این انسان‌های پله‌های ترقی بهشت را زودتر از بقیه می‌بینند.